بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما بینندگان و همراهان همیشگی پایگاه اطلاع رسانی معیارجل. خوشحالم که با یک برنامه دیگه از سلسله برنامه‌های در شهر در خدمت شما عزیزان همراه هستیم. در این برنامه با حضور جناب آقای مهندس حمزه امیریان، مدیر کل راه و شهرسازی جنوب استان، انشاءالله در خدمتتون خواهیم بود. همونطور که می‌بینید در خدمت جناب آقای مهندس امیریان، مدیر کل راه و شهرسازی جنوب استان سیستان و بلوچستان هستیم در برنامه در شهر. جناب آقای مهندس وقتتون بخیر، ممنونیم از اینکه به دعوت برنامه در شهر لبیک گفتید. یک سلام علیکی با بینندگان ما داشته باشید و در ادامه انشاءالله در خدمتتون خواهیم بود. عرض سلام دارم محضر شما و همکارانتون در پایگاه اطلاع رسانی معیارجل و بینندگانمون در استان سیستان و بلوچستان. خدمت شما هستم. خیلی متشکرم، زنده باشید. آقای مهندس، برنامه در شهر یکی از برنامه‌های پرطرفدار و پربیننده پایگاه اطلاع رسانی معیارجل هستش و ما یک سامانه رو اعلام کردیم در پایگاه معیارجل و سوالات و پرسش‌های مردمی انشالله مطرح خواهد شد و ما هم به رسم امانت خدمتتون تقدیم می‌کنیم و پاسخ‌های حضرت عالی رو انشالله خواهیم شنید. برای ما در ابتدا بفرمایید که در خصوص آخرین عملکرد و تحولات اداره کل در خصوص حوزه طرح بازآفرینی برای ما بیان بفرمایید که در چه مرحله‌ای هست. استان سیستان و بلوچستان در واقع در بالغ بر 23 شهرستان هست که حدود 12 شهرستانش در حوزه جنوب استان هست. ما بالغ بر 36% جمعیتمون جمعیت شهری هست. حدود 407 هزار نفر جمعیت شهری ما در حوزه جنوب استان هست. ما به تناسب در واقع بر اساس نیازهای شهری به عنوان یک سند توسعه شهری طرح‌های جامع و تفصیلی شهرهامون رو در واقع برنامه‌ریزی کردیم، تهیه کردیم. بالغ بر 17 شهر ما سند جامع شهری دارند که در اختیار شهرداری‌های محترم است برای اجرای طرح‌های مختلف شهری. بحث رشد شهرنشینی تبعات متعددی داشته، وظایفی که برای دولت‌ها در توانمند کردن جامعه داشتن، گاهن آسیب‌هایی داشتیم در این حوزه. در سال 93 فارغ از اینکه در واقع علت و مبدأ این حاشیه‌نشینی یا هجرت‌های که به حاشیه شهرها شده، در واقع ما سند ملی بازآفرینی شهری رو داشتیم که بر اساس اون از سال 94 پروژه‌های متعددی رو برای کاهش آلام مردم در واقع ساکن در این سکونتگاه‌ها یا بافت‌های میانی شهری که به هر حال در این بافتاش سکونت دارند، دولت بر اساس برنامه‌های مختلف با یک اقدامات هم‌افزا در واقع با محوریت راه و شهرسازی، با تشکیل ستادهای بازآفرینی شهری در مقیاس شهرستان، استان و ستاد ملی بازآفرینی به ریاست جناب رئیس جمهور و دبیری راه و شهرسازی در واقع تشکیل شده. از سال 94 تا 98 ما بالغ بر 146 پروژه در این محلات هدف در حوزه استان سیستان و بلوچستان، حوزه جنوب استان سیستان و بلوچستان طرح کردیم و تعریف کردیم. اعتباری بالغ بر 133 میلیارد تومان در این حوزه برای این 146 پروژه در واقع در نظر گرفته شده که این پروژه ها با خیلیشون پایان پذیرفته، خیلیشون در حال انجام هست. با توجه به نگاه ویژه‌ای که به استان سیستان و بلوچستان بوده، به هر حال شرایط خاصی که دغدغه ماها بود در حوزه جنوب استان، نمایندگان محترم، استاندار محترم سیستان و بلوچستان و سایر عزیزان، در سال 99 ما بالغ بر 280 میلیارد تومان افزایش اعتبار داشتیم در حوزه جنوب استان سیستان. اعتبار سال 99 ما 280 میلیارد تومان هست که اینو تونستیم در محلات برای پروژه خاص در واقع تدوین و برنامه‌ریزی بکنیم. توی بحث حالا حوزه شهری و حاشیه‌نشینی هم به هر حال اگر صحبتایی هست برای ما توضیح بدید و اصلا ارتباطش با این طرح بازآفرینی به چه صورت بوده و البته اینم توضیح بدید که این طرح بازآفرینی بیشتر در کدوم مناطق استان حالا اجرایی شده و شامل چه شهرهایی بوده. ما از سال 94 به نوعی بعد از تصویب این سند ملی بازآفرینی در واقع 5 شهر ما در واقع به عنوان شهرهای پایلوت بازآفرینی شهری واقع شده. 2 شهر بالای 100,000 نفر ما، ایران شهر و چابهار، و اساساً بازآفرینی شهری برای شهرهای بالای 50,000 نفر ما اطلاق میشه که 25,000 نفر ما در واقع
برنامه‌ریزی میشه که شهر کنارک، ایرانشهر و چابهار و 2 شهر خاص استان در حوزه جنوب استان شهرستان، شهر گلمرتی و شهر بنپور به عنوان شهر تاریخی و شرایط خاصی که شهر گلمرتی به عنوان شهر پایلوت استان سیستان و بلوچستان به عنوان شهرهای هدف در واقع بازآفرینی واقع شدن. آقای مهندس، به هر حال بحث بازآفرینی و حاشیه‌نشینی و اینا توضیحات جامع و کامل رو دادید، ممنونیم از شما. ما یک بخش کوتاهی از برنامه خودمون رو می‌بینیم و مجدداً برمیگردیم، در خدمت شما خواهیم بود و حالا ادامه صحبتامون با جناب آقای مهندس امیریان. با ما همراه باشید، میریم و برمیگردیم. خب همچنان در خدمت جناب آقای مهندس امیریان هستیم، مدیر کل راه و شهرسازی جنوب استان و برنامه در شهر، در خدمت شما بینندگان همراه پایگاه تلارسانی میارجل. یکی از حالا سوالاتی که خیلی از مردم پرسیدن در سامانه ما بحث بزرگراه‌ها بود. آخرین تحولات حالا بزرگراه‌هایی که طرحی که به هر حال در حال انجام هستش برای ما بفرمایید. ما در حوزه استان سیستان و بلوچستان در واقع 2 کریدور شاخص داریم در مقیاس در واقع حوزه جنوب استان سیستان و بلوچستان. یکی کریدور ساحلی است که از گوات در منطقه مرز جنوب شرقی کشور تا شلمچه در مرز جنوب غربی کشور ادامه پیدا میکنه که مسافتی بالغ بر 1800 کیلومتر رو داره که حدود 300 و در واقع 15 کیلومتر از این در واقع طول کیلومتر در حوزه جنوب استان سیستان و بلوچستان هست. خدا را شکر در سال گذشته با نگاه ویژه‌ای که مقام مالی وزارت استاندار محترم داشتن برای اعتبارات ویژه‌ای که در بحث کریدور تزریق شد، ما امیدواریم تا در واقع ماه آینده بالغ بر 50 کیلومتر در واقع راه اصلی رو در حوزه جنوب استان سیستان و بلوچستان در واقع به بهره برداری برسونیم و مورد استفاده مردم عزیز ما در پهنه ساحلی و بر اساس مستند توسعه سوال مکران در واقع نگاه ویژه‌ای برای بحث سرمایه‌گذاری است داشته باشیم. در بخش کریدور شمال به جنوب ما که از سراحی کنارک شروع میشه تا مرز میلک بالغ بر 900 کیلومتر است که حدود 300 و در واقع 460 کیلومتر در حوزه این اداره کل هست که در واقع ما حد فاصله ایران شهر تا خاش رو تونستیم بالغ بر 70 کیلومتر در واقع بهره برداری شده. سال گذشته فقط 21 کیلومتر تونستیم افتتاح بکنیم. الان چقدر رشد فیزیکی داشته این طرح؟ از این 460 کیلومتر در واقع من اینجور خدمتتون عرض کنم 70 کیلومتر مورد بهره برداری واقع گرفته. بقیه قطعات به غیر از حد فاصل نیکشهر تا ایرانشهر، بقیه قطعات هم در واقع هم پیمانکاری مشخص مورد پیمان هست و یا در حال انجام فرایند مناقصه که انشالله بتونیم در واقع اینو ظرفیت سازی کنیم با افزایش اعتباری که در حوزه کریدوری در واقع تزریق شده. اعتبارات استان در سال آینده در حوزه یک کریدور شمال به جنوب 290 میلیارد تومان هست، به غیر از اون منابعی که ما در منابع توسعه سوال مکان که میتونیم تزریق کنیم به پروژه نیکشهر تا در واقع سرای کنارک. خیلی خوب، به طرح حالا رشد فیزیکی راه آهن هم اشاره بکنید. در این طرح اصلا در چه مرحله‌ای هست و چشم‌انداز شما برای به هر حال اجرای شدن این طرح چه چشم‌اندازی هست؟ 1 سال دیگه، 2 سال دیگه چجوری پیش بینی شما از این طرح چیه؟ راهن هم در واقع با نگاه ویژه‌ای که مقام معظم رهبری داشتن صندوق توسعه ملی در واقع 300 میلیون یورو در واقع تزریق شده به این پروژه. پیشرفتی بالغ بر 50% داریم پروژه. امیدواریم که در بخش‌هایی که تا حوزه خاش هست تا پایان در واقع حالا دولت که شاید بعد از دولت تا 5400 این اتفاق بیفته و در سال آتی انشالله بتونیم تا سال 1401 یا
در واقع بتونیم کل این بحث راهن و ظرفیت سازی بکنیم و مورد بهره برداری واقع بشه که بتونیم از ظرفیت‌های ترانزیت در استان که ویژگی شاخص استان سیستان و بلوچستان هست بهره برداری داشته باشیم.